آیا بر تو خبر رسید از تنگی مکان هرمز؟ آیا جمع‌شوی نیروهای ایران بر تو خبر رسید؟ آیا تهدیدهای امریکا را نیز شنیده‌ای و شدت گرفتن نیزاهای حربی و تحلیل‌های به آخری رسانه‌ها را دیده‌ای؟ آیا دیلت به لرزه آمد؟ آیا در حالت اضطراب و انتظار شده‌ای؟ آیا از سرعت این رویدادهایی که شده ایستادن ترسیدی و از علنگ گرفتن آتش جنگ سوم جهانی خوف کردی؟ آیا فکر کردی که شاید رویدادهای آخر زمان آغاز شده ایستاده است؟ آیا جنگ‌های بزرگ آخر زمان نزدیک شده اند و آیا برآمدن دجال نیز نزدیک است؟ من تو را ملامت نمی‌کنم ای برادر و خواهر گرامی، زیرا این سیلی خبرها که هر روز و هر لحظه و هر دقیقه به ما میرسد بر ما میریزد قصدن است تا ما را در اضطراب و در تشویش‌های گوناگون بیاندازد. پس ای برادر و خواهر گرامی، بدان که این رویدادها به هر طرفی که روند همه با تقدیر الله سبحانه و تعالی جریان میشوند و از حکمت او بیرون نیستند و از تدبیر او هم بیرون شدن نمیتوانند. پس ای برادر و خواهر گرامی، همه تغییرات دنیا تنها یک هدف دارند: سنجیدن بندگی تو نسبت به پروردگارت. چی ثروتمند باشی یا کمبغل، چی سالم باشی یا مبتلا، چی بیمار باشی یا صحت، چی در جای آرامی جهان باشی یا در منطقه جنگ زده، سوالها گوناگونند، اما امتحان برای همه یک است. امتحان بندگی، امتحان بندگی است. امتحانی که از تو پرسیده می شود، از تو می پرسند حالت به الله چگونه است؟ در ترس است یا در امنیت؟ در اضطراب است یا که در آرامی؟ الله سبحانه و تعالی از تو میخواهد که پیشانی خود را بر آستانه پروردگارت بگذاری، چی نیازمند باشی، چی غنی، چی قوی باشی، چی ضعیف، و شخص استغفار کننده از گناهایش سبب مغفرت و عفو الله سبحانه و تعالی قرار میگیرد. پس ای برادر و خواهر گرامی، همه نشانه ها در اطراف تو نشان میدهد که الله سبحانه و تعالی میخواهد دلت را بیدار کند تا به سوی او سبحانه و تعالی باز بگردی. مسئله این نیست که جنگ میشود یا صلح میشود، چی در شرق است یا در غرب. مسئله حقیقی این است که دل تو با الله پیوسته است و مهم نیست که فردا چی می شود. مهم آن است که تو امروز چی میکنی و چی کرده ایستاده ای. و شخص غالب آن نیست که با جسمش نجات مییابد، بلکه شخص غالب و توانا آن کس است که با دینش نجات یافته است. و هر کی حق بندگی را برای الله سبحانه و تعالی بجا بیاورد به پیروزی بزرگ رسیده است، خواه مرگ او بنده در بستر باشد، خواه زیر باران موشک‌ها. پس ای برادر و خواهر گرامی، در این سخنان تفکر کن، بیاندیش که در آن آرامی دل و روشنی بصیرت است. آرام باش و نگذار خبرها دلت رو بیسوزاند، بلکه بیگذار تو رو به نماز، به ذکر، به صدقه، به استغفار و حسن گمان وادار بیسازد. زیرا هر کی اگر با الله باشد، الله سبحانه و تعالی با اوست. از الله سبحانه و تعالی میخواهم که ما را با حفظ خود نگاه بدارد و توفیق بر بندگی عطا فرماید که توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی است.